به همین دلیل میگم این نگاه من رو توی رد به این قضیه تغییر داد، به این صورت که من اونجا دیدم که یه آدم هستن که تا بزرگسالی داشتن زندگی، حالا این حالت اوریج جامعه، میانگین جامعه رو میکردن و حالا بر اساس یک حادثه، یک بی احتیاطی دچار معلولیت شدن و حالا الان باید با یک سری از مسائل دیل بکنن، اصطلاحا با یک سری از مسائل کنار بیان و بدونن که چه خصوصیات رفتاری رو باید داشته باشن و اینکه چطور با این قضیه از منظر ذهنی کنار بیان. من این مسئله رو با آقای برقی‌ای وقتی که با ایشون آشنا شدم با ایشون در میون گذاشتم، ایشون محبت کردن و اجازه دادن که ما یک کارورزی رو اصطلاحاً برای بچه‌های مدرسه روانشناسی راه رشد تشکیل بدیم و مطالبی که امروز من دارم صحبت میکنم راجبش مطالبی هستش که در این کارورزی من به همراه بچه‌ها، خانم افشار، خانم دوستی، خانم کیارسی، خانم معزی و خانم شالفروشان کنار هم خوندیم، یاد گرفتیم و مطالب رو جمع کردیم و من اینجا هستم به نمایندگی از تمام بچه‌ها تا این مطالب رو با شما هم به اشتراک بذارم. و باز هم جا داره که از راه رشد تشکر بکنم بابت اینکه به این شمولگرایی و به این دسترس پذیری اعتقاد دارن و دارن در اون مسیر قدم برمیدارن. محورهایی امروز داریم راجبش صحبت میکنیم به 3 دسته تقسیم میشن. اولش من یه مقدار راجب مفاهیم و رویکردهایی که حالا میشه نسبت به معلولیت داشت صحبت میکنم. بخش دوم میرم سراغ این که اوکی، حالا که معلولیت ایناست و اینطوری میشه نگاهش کرد، چه راهکارها و دستورالعمل‌هایی برای جامعه وجود داره تا بخواد با افراد دارای معلولیت رفتار بکنه و در نهایت یک نیم نگاهی هم میندازیم به معلولیت در اتاق درمان، اینکه حالا مراجع ما اگه دارای معلولیت باشه باید چه کارهایی انجام بدیم و اینکه اصلا حالا راجع به این صحبت میکنیم که اصلا آیا باید کار خاصی انجام بدیم؟ آیا از منظر روانشناسی افراد دارای معلولیت متفاوت هستن با افرادی که دارای معلولیت نیستن یا این ویژگی رو ندارن؟ راجع به این بحث میکنیم و در نهایت هم اگر حالا فرصتی باشه و علاقه داشته باشین میتونیم به بحث و پرسش و پاسخ بگذرونیم. من هم تو این حوزه واقعیت هنوز دارم یاد میگیرم، هنوز دارم میخونم و نمیتونم ادعا بکنم که من الان حوزه رو کامل بلدم و هر روز چیز جدید دارم یاد میگیرم در این رابطه. پس اگر نقصانی وجود داره پیشاپیش من رو ببخشید و اگر مسئله‌ای هستش که شما میخواین مطرحش بکنین ممنون میشم که در انتهای جلسه حالا بعد از اینکه اسلایدها تموم شد با هم راجبش صحبت بکنیم. بریم راجب این صحبت بکنیم که اصلا چه اهمیتی داره که شما به عنوان رواندرمانگر بخواین راجب معلولیت بدونید. چه دلیلی داره که ما بخوایم بدونیم که آقا اصلا معلولیت چیه و چرا ما روان درمانگرا چرا باید راجبش آموزش ببینیم؟ ببینید به این سوال میشه 2 مدل پاسخ داد. یک بخشش بخش علمی و آماریه، بخش دومش بحث مسئولیت اجتماعی و عدالته. توی بخش اولش اگر بخوام وارد بشم اینه که آقا افراد دارای معلولیت بزرگترین اقلیت دنیا رو تشکیل میدن. 1,300,000,000 نفر در سراسر دنیا دارای نوعی از محدودیت هستند. یعنی چیزی حدود 16%. شما همین رقم 16% رو در نظر بگیرین و بیارینش داخل ایران، کما این که راجع به ایران دارن میگن که به خاطر حالا شرایط خاصی که داره و مسائل تصادفات جاده‌ای و اینجور چیزها این رقم میتونه بالاتر هم باشه. ما نمیتونیم به صورت قطع بگیم بالاتر هست یا نیست، ولی امکانش هست که بالاتر باشه. ولی اگر همین 16% رو در نظر بگیریم از جمعیت 90 میلیونی ایران ما حدود 15 میلیون نفر دارای معلولیت داریم. از منظر اقتصادی اگه بخواید در نظر بگیرین که خب میشه آقا ما داریم راجع به 15 میلیون نفری صحبت میکنیم که اگر شما بتونید روی این قضیه تخصص پیدا بکنین میتونید که خیلی وضعیت خوبی داشته باشید و مراجعین زیادی داشته باشید. از طرف دیگه اینو باید در نظر داشته باشید که افرادی که دارای معلولیت هستند
ریسک ابتلا به افسردگی و اختلالات اضطرابی توشون نسبت به جمعیتی که این ویژگی رو ندارن 2 برابره و در کنار این ماجرا فقر با معلولیت همبستگی بسیار بالایی داره. این رو راجعش صحبت میکنیم. پس لزوما اینطوری نیستش که افرادی که فقیر هستن دارای معلولیت میشن یا افرادی که دارای معلولیت هستن فقیر هستن. رابطهشون علت و معلولی نیست، بلکه یک همبستگی بینشون وجود داره که توضیح منطقی هم براش وجود داره. در ادامه تو بحث معلولیت و اشتغال بهش میپردازیم. پس ما با یک جمعیت زیادی طرف هستیم که خیلی چیزی ازشون نمیدونیم و از منظر آماری ما این آدما به خدمات ما نیاز دارن و ما نیاز داریم که بدونیم که چطور باید باهاشون رفتار بکنیم و چه مسائلی رو باید تو اتاق درمان باهاشون در نظر بگیریم. از منظر اخلاقی بحث عدالت و مسئولیت اجتماعی خیلی اوقات میشه که مثلا وقتی با افراد من صحبت میکنم به من انتقاد میکنن، میگن که تو مگه نمیگی که در رفتار با افراد دارای معلولیت عادی باشیم، نرمال رفتار بکنیم؟ خب پس چرا من باید مثلا حواسم با فلان کلمه باشه که نگم، یا من چرا باید حواسم باشه که ارتفاع صندلیم رو جوری تنظیم بکنم که مثلا اون آدم اذیت نشه؟ بحث این قضیه بحث اینه که ما برابری نمیخوایم، ما اینجا بحثمون عدالته. اگر بخوایم منابع رو ما به صورت برابر توزیع بکنیم، همین اتفاق میفته که تو این تصویر میبینید. اون فرد دارای معلولیت هم یه دونه جعبه داره که بخواد بازی رو ببینه، ولی خب اون جعبه کافی نیست، به دردش نمیخوره. پس ما باید بتونیم که درمانمون رو، کلینیکمون رو و رفتارمون رو عادلانه توزیع بکنیم تا بشه که افراد دارای معلولیت هم از امکانات استفاده بکنن. در حقیقت این حقی هستش که از اونها برگردن جامعه است و اینطوری ما به اونها لطفی نمی کنیم. این حقی هستش که اونها دارن. ولی حالا که فهمیدیم که آقا چه اهمیتی داره که ما بدونیم راجع به معلولیت، بریم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا معلولیت چیه. شاید به ظاهر سوال ساده‌ای به نظر بیاد، ولی خیلی جواب ساده‌ای نداره. تا الان تعاریف مختلفی از معلولیت شده و تعریفی وجود نداره که حالا ما به صورت عام بگیم همه افراد بهش اعتقاد دارن. من اینجا تو این جلسه از تعریف WHO یا سازمان بهداشت جهانی استفاده میکنم که میگه اصطلاح افراد دارای معلولیت به همه افرادی اطلاق میشه که دارای اختلالات جسمی، ذهنی، فکری یا حسی طولانی مدتی هستند و در اجتماع موانع مختلف محیطی و فکری مانع مشارکت کامل و مؤثر اونها توی جامعه میشه. این به چه معناست؟ من تعریف رو بازش میکنم. در این تعریف معلولیت اول از همه یک اختلال جسمی، ذهنی، فکری یا حسیه که طولانی مدته. پس اون کسی که دستش شکسته، پاش شکسته یا حالا چشش ضربه خورده و یه مدت چشمش رو بسته برای یه مدت کوتاهی، دارای معلولیت محسوب نمیشه. دومین مسئله‌ای که باید اینجا بهش توجه کرد اینه که میگه که موانعی در جامعه، در محیط به صورت فکری یا حالا موانع محیطی وجود داره که باعث میشه که این افراد نتونند از ظرفیت کامل خودشون استفاده بکنن و خودشون رو شکوفا بکنن. به چه معنا؟ من معمولا مثالی که برای این تعریف میزنم افراد کوتاه قامته. تصور کنید افراد کوتاه قامت دارن زندگی میکنن کنار ما، ولی جامعه خیلی برای اونا مناسب سازی نشده. مثلا افراد کوتاه قامت نمیتونن از آبربانک در جامعه ما استفاده بکنن. افراد کوتاه قامت خیلی راحت نمیتونن از سرویس بهداشتی در جامعه ما استفاده بکنن. یا افراد کوتاه قامت معمولا اگر خونه‌ای میگیرن مجبورن که خونهشون رو خودشون مناسب سازی بکنن، ارتفاع حالا کابینت ها، ارتفاع اجاق گازها و چیزها رو یا پایین بیارن یا وسایلی استفاده بکنن که خودشون رو بتونن به این وسایل برسونن. حالا بر اساس این تعریف اگر ما جامعه‌ای داشتیم
که همه چیز برای قد این افراد ساخته شده بود، این افراد دارای معلولیت محسوب نمی‌شدن تو اون جامعه، بلکه ما بودیم که دارای معلولیت بودیم طبق این تعریف. پس بر اساس این تعریف معلولیت یه چیزی نیستش که دائمی باشه و بخواد مسئلهش حل نشه. ما معلولیت رو میتونیم با مناسب سازی درست و دسترس پذیری کردن درست محیط و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت از بینش ببریم. حالا به این معنا نیستش که معلولیت قراره از بین بره، نه، ولی هدف اینه که ما بتونیم جامعه رو جوری دسترس پذیر بکنیم و نگرش افراد جامعه رو جوری تغییر بدیم که افراد دارای معلولیت بتونن از تمامی پتانسیل خودشون در محیط استفاده بکنن. حالا با این تعریف بریم سراغ این که ببینیم که اصلا چطور میشه به معلولیت نگاه کرد. من مطمئن هستم که تک تک شمایی که الان در این جلسه حضور دارین قطعاً یک نگاهی نسبت به معلولیت دارین. حالا یکیتون اون معلولیت رو یک آزمون الهی میدونه و یا کارما میپنداره، دیگری اون رو که این حالا بین روانشناسا و کادر درمان بیشتره نگاهش اینطوریه که آقا این یک اختلاله، باید حل بشه، باید کنترل بشه، باید فیزیوتراپی بکنه یا باید از عصا استفاده بکنه یا سمعک باید بذاره. و حالت دیگرش هم اینه که میگه که نه آقا جامعه باید یه کاری برای این افراد بکنه. یا شاید میکسی از این نگاه ها رو داشته باشین. ما هر دیدگاهی که افراد نسبت به معلولیت دارن رو اگر بخوایم دسته‌بندی بکنیم معمولاً تو یکی از این سه دسته جا میشه. اولین نگاه مدل اخلاقی معلولیته. توی این مدل معلولیت یک ببخشید من سرما خوردم. معلولیت یک چیزی از سمت خدا، حالا یک عقوبت یا یک امتحان الهی در نظر گرفته میشه، یا حالا به مدل کارما میبیننش. و این نگاه قدیمی ترین نگاهیه که نسبت به معلولیت در سراسر دنیا وجود داره. هنوز هم گسترده ترینه، هنوز هم بیشترینه و قدیمی ترین نگاهیه که وجود داره. این نگاه انقدر در فرهنگ‌های مختلف جا داره، حتی فرهنگ خودمان، که ما هنوز صدا و سیما رو وقتی روشن می‌کنیم می‌بینیم که اوکی یه سریالی هستش، یه کسی که حالا آدم کشته، نمیدونم مال دیگرون رو خورده و هر چی کارهای بد کرده، آخرش فرزندش داره معلولیت میشه یا خودش تصادف میکنه داره معلولیت میشه. یا از اون ور میبینیم که توی سریاله یه فردی هست همه دوستش دارن، خیلی محترمه، میره میاد و مثلا آدما قبولش دارن و مثلا از ویلچر استفاده میکنه یا نابینای. و فاز چیه و حرف چیه؟ این که آره آدم‌هایی که دارای معلولیت هستن انگار که ویژه هستن و یک امتحان الهی رو خدا داره از اونها میگیره. این نگاه یک سری چیزای مثبت داره، یک معنویت خاصی به اون فرد میده و یک دلیلی برای اون معلولیت میاره که میتونه یک معنایی بهش میده که میتونه فرد ازش استفاده بکنه برای توسعه معنوی خودش. اما از طرفی مشکل‌هایی رو براش به وجود میاره. مردم معمولاً برخورد خوبی ندارن. مردم وقتی دارن از کنارشون رد میشن امکان داره بهشون بگن که تو خیلی شجاع هستی، تو خیلی منو حتما دعا کن. شما تصور کنید که مثلا 30 سالی آدم بیان به شما بگن منو دعا کن، یعنی شما اون آدمو به زور میخوای ببری توی یک فضای روحانی که حالا امکان داره اصلا فضایی نداشته باشه اون آدم. یا در کنارش امکان داره که مردم بگن که خب پس ببین چی کار کردی که داره معلولیت شدی، یا خانواده تو چی کار کردن که تو به این روز افتادی. این دقیقاً واژه‌ای که به کار میبرن و در نهایت یک فضای منفی برای اون آدم میسازن. برای این نگاه قالبی بود تا قرن 20. بعد از قرن 20 نگاه پزشکی شد نگاه قالبی که در جامعه پزشکی یا جامعه حرفه‌ای وجود داره. خلاصه این نگاه تو همین کارتون داره نمایش داده میشه. اینجا اون فرد داره معلولیت رو گذاشتن توی قفسی یا آکواریومی و یکیشون داره به اون یکی میگه که استاد باورت نمیشه، ولی بعضی موقع قسم میخورن که ما هر چی میگیم این متوجه میشه.
دقیقاً این خلاصه این نگاهه، یعنی نگاهی که فرد دارای معلولیت رو دیهیومنایز میکنه، یعنی غیر انسانی میبینتش، تصور میکنه که اون فقط و فقط یک کیس پزشکیه که یا قرار درمان بشه و یا کنترل میشه و یا نه درمان میشه و نه کنترل، پس بفرستیمش بره خونش. توی این نگاه فقط و فقط به مسائل فیزیکی و جسمانی فرد دارای معلولیت توجه میشه. بسیاری از افراد دارای معلولیت وقتی با ما صحبت میکنن خیلی از این نگاه شاکی هستن، به خاطر اینکه این نگاه قالبیه که توی کادر درمان وجود داره. یعنی افراد میان مثلا میگن که آره پزشکی به من گفتش که تو چی، تو همونی که T8ش مشکل داشت، یعنی اصلا اون رو به عنوان یک کیس مثلا با ترم پزشکی میشناسه، نه اسمش رو میتونه، نه بهش کاری داره، نه اصلا حالا روحیه‌اش رو میپرسه. ما توی مصاحبه هایی که داشتیم با افراد دارای معلولیت، یکیشون میگفتش که ما بعد از اینکه دچار معلولیت شدم، طرف من گفت حالا چیزی هم نشده که از این به بعد رو ویلچر بشینی، برو خونه. یعنی نه بهش توضیح داد که این چه مسائلی با خودش به همراه داره، نه چطوری باید از ویلچر استفاده بکنه و نه اصلا مسائل روحی و ذهنی که با این ماجرا همراه با معلولیت اومده رو برای اون فرد توضیح میده. این نگاه خوبیش چیه؟ توی این نگاه خوبیش اینه که خب باعث شکل گیری اصلا کاردرمانی و فیزیوتراپی شد و باعث شد که آقا به افراد دارای معلولیت یک شانسی دوباره‌ای برای درمان داده بشه. ولی مشکل منفیش چی بود؟ مشکل منفیش این بود که این آدم‌ها رو فقط و فقط توی مشکل جسمانیشون خلاصه می‌کرد و در کنارش بار مسئولیت معلولیت رو میذاشت روی دوش خانواده فرد دارای معلولیت و خود فرد دارای معلولیت. یعنی ما با این نگاه اینطوری هستیم که اوکی شما نابینا هستی، من از لحاظ پزشکی کاری برات نمیتونم بکنم، برو. پس دیگه نه جامعه لازمه کاری برات بکنه، نه آدم‌های دیگه قرار کاری برای تو بکنن، به ما ربطی نداره. پس اون آدمه رو خطش میزن. تا قبل از این نگاه دقیقا همین وجود داشته، یعنی افراد دارای معلولیت رو میفرستادن مراکز نگهداری بلند مدت. این نگاه پزشکی اومد یه عده از اونا رو دوباره آورد بیرون، دوباره سعی کرد که کمکشون بکنه، ولی یه عده دیگر رو دوباره فرستاد همونجا که بودن و در پاسخ به این نگاه دیگه‌ای شکل گرفت، مدل اجتماعی معلولیت. این نگاه از دهه 90 میلادی شکل گرفت. توی این نگاه معلولیت رو ما از یک مشکل جسمی یا ذهنی نمیبینیم، بلکه معلولیت رو یک مسئله‌ای میبینیم که جامعه باید بهش پاسخگو باشه و میگیم که این نگرش جامعه است و این مسائل جامعه است که باعث میشه اون فرد نتونه خودش رو در جامعه نشون بده و شکوفا بکنه. همین نگاه باعث به وجود اومدن تعریف WHO شد، ولی مسئله‌ای که این نگاه برای جامعه افراد دارای معلولیت داره اینه که تا حدی با انکار مسائل جسمانی و روحی فرد دارای معلولیت همراه هستش و خیلی تأکیدی به مسائل جسمانیشون نداره. حالا وظیفه شما به عنوان درمانگر چیه؟ خیلی مهم نیستش که شما خودتون کدوم یکی از این نگاه ها رو دارین، خیلی مسئله نیست تا زمانی که خودتون رو دخیل نکنید و نخواین عقیده خودتون رو بخواین به اون فرد دارای معلولیت تزریق بکنید اصطلاحاً یا حالا در فکرش بکارید، خیلی مسئله ای نیست. و اتفاقاً چیزی که مسئله است اینه که شما حتی نباید اون مدلی که فرد دارای معلولیت نگاه میکنه هم تغییر بدین. یعنی توی تکست بوک ها تأکید زیادی میشه که خیلی کاری نداشته باشین که اون فرد مدلش رو عوض بکنه. خوبه که بدونید مراجع شما که دارای معلولیته دقیقاً داره به چه شکلی به این مسئله و مفهوم نگاه میکنه، چطور داره میبیندش. آیا تو همون فضای روحانی سریال های صدا و سیمایی میبیندش
یا داره فقط یک مسئله پزشکی می‌بیندش و امید داره یا فقط بره دنبال سراغ کارهای پزشکی سوال درمانش بکنه، یا اینکه نه از جامعه عصبانیه که باید جامعه براش کاری بکنه. شما کاری به این نداشته باشین. نکته‌ای که توی تکست بوک ها خیلی اشاره میشه بهش اینه که هر کدوم از این نگاه‌هایی که عرض کردم یک نقطه قوتی و یک نقطه ضعفی داره. میگه سعی کنید که توی هر مراجع نقطه قوت اون مدلی که داره نگاه میکنه رو بهش تاکید بکنید و نقاط ضعفش رو سعی کنید کم رنگ بکنید، ولی به دنبال تغییر اون نگاه نباشید، چرا که اون نگاه چیزیه که اون فرد بعد از سالها به دستش آورده و خیلی راحت قرار نیستش که تغییر بکنه. امکان داره که اصطلاحا شما بخوای چشش درست بکنیم که درپوشم خراب بکنیم یا برعکس. و در نهایت نگاه دیگری که به معلولیت نگاه میشه، این نگاه رو من از خانم اولکین، یک روان درمانگری هستن آمریکایی، از ایشون یاد گرفتم. یک کتابی دارن به نام آن چیزی که روان درمانگرها باید در رابطه با معلولیت بدونن. توی این نگاه معلولیت رو به عنوان یک اقلیت در نظر میگیره. میگه که معلولیت چیز خاصی نیست. جامعه افراد دارای معلولیت در حقیقت یک جامعه اقلیت هستند که در یک جامعه اکثریت وجود دارن و همه مسائلی که برای اقلیت‌های دیگه داره اتفاق میفته برای اینا هم اتفاق میفته. من برای اینکه یکم مثال رو واضح بکنم اینطوری توضیح بدم. من خودم الان در خارج از ایران زندگی میکنم و با این مسئله اقلیت یه مقدار آشنا هستم، اینکه چطور به من داره نگاه میشه و خب خیلی جالبه. همه اون مسائل رو من میبینم که اون فردی که در ایران به عنوان اتباع خارجی وجود داره تجربه میکنه و این وقتی که ما به معلولیت نگاه میکنیم میبینیم که اونم داره یه تاچی از همین مسائل رو میبینه. معمولا اقلیت ها ازشون انتظار میره که ازدواج درونگروهی بکنن. ببینید ازدواج درونگروهی یعنی چی؟ یعنی مثالش اینه که ما مثلا وقتی ببینیم یک فرد افغانی مثلا با یک ایرانی ازدواج کرده، معمولا برامون عجیبه، این چه جالب، بهش توجه زیادی میکنیم. همین رو منی که مثلا خارج از ایران هستم اگر با یک کسی که اهل این کشور ازدواج بکنم به اون ماجرا میرسم. و جالبه که از افراد دارای معلولیت هم همین انتظار میره و اگر فردی که دارای معلولیت هستش با فردی ازدواج بکنه که دارای معلولیت نیست، اینقدر عجیبه که طرف میره براش برنامه میسازه، براش میذاره ماحصل و میاد با هم صحبت میکنن که ای تو چی شد که این انتخابو کردی؟ چرا فلان کارو کردی؟ یعنی اینقدر برای جامعه اکثریت این ماجرا عجیبه که هر کدومشون که خلاف این قاعده اقدام میکنن سریع ازشون یا برنامه‌ای ساخته میشه یا بلاگر میشه و سریع توجه میگیره از جامعه اکثریت. مسئله دوم بحث نمایندگی گروه خوده. یعنی چی؟ میگه که افرادی که جز اقلیت هستن معمولاً وقتی کار اشتباه یا کار منفی میکنن میشن نماینده گروه خودشون و همه رو از اون چشم نگاه میکنن. مثالش چیه؟ یعنی من ایرانی اگر در خارج از ایران دزدی بکنم، همه میگن که ایرانی‌ها همشون دزدن. یعنی اون جامعه اکثریت میاد اون ویژگی بد من رو به کل گروه من تطبیق میده و نسبت میده. همین رو ما توی گروه افراد دارای معلولیت داریم. وقتی که یکی از افراد دارای معلولیت با یک شکستی مواجه میشه، یک کاری میکنه و که جامعه ازش عصبانی میشه، اولین اتفاقی که میفته میان همه افراد دارای معلولیت رو با همون نگاه میبینن و همونطوری قضاوت میکنن. و نکته جالبش میدونین چیه؟ این که اگر این آدمه از یک کار خاصی بکنه، یعنی بشه سرآمد اون گروه، یک کاری بکنه که مورد توجه دیگران قرار بگیره به صورت مثبت، جامعه اکثریت
معمولا این رو از اونجا جدا میکنه، میاد یه جمله‌ای بهش میگه که من اصلا تو رو مثل اونای دیگه نمیبینم. به من ایرانی که خارج از کشور هستم، وقتی یک خارجی میخواد حال بده میگه که من اصلا تو رو مثل ایرانی‌ها نمیبینم. یعنی میاد کلیه پیشینه من رو میبره کنار که من رو بکنه از خودش و به من داره مثلا اصطلاحاً حال بده. این رو ما خیلی داریم توی افراد دارای معلولیت که میخوان مثلا از طرف تعریف بکنن، رو بگن تو خیلی خاصی، بهش میگن که من اصلا تو رو مثل این فرد دارای معلولیت نمیبینم. به خیالش اون آدمه داره ازت تعریف میکنه، ولی این یک زخم زبانیه که داره میزنه. چرا نمیبینی؟ مگه معلولیت چه چیزی داره که نباید ببینی؟ چه مسئله‌ای پیش میاره؟ تو میای اون رو تقلیلش میدی و تمامی اون پیشینه‌ای که اون آدم داشته رو از بین میبری. این یه مسئله‌ایه که کلاً در جامعه برای اقلیت وجود داره. معمولاً اقلیت‌ها درگیر تبعیض و بیکاری هستن. ما این رو و نگرش منفی، ما این رو در جامعه افراد دارای معلولیت دوباره میبینیم. یه مسئله‌ای که دوباره ما میبینیم در افراد دارای معلولیت اینه که، یعنی در جامعه اقلیت، اینه که براشون الگو و قهرمان وجود نداره. این رو ما در ادامه نگاه بیشتری بهش میکنیم. توی بحث کودکی و معلولیت باید بیشتر بهش نگاه کرد، ولی به صورت کلی اگر بخوام بگم اینه که معمولاً جامعه اجازه نمیده که از اون جامعه اقلیت کسی بلند شه و به یه کار عجیب و غریب بکنه. معمولا تو اون جمع راه داده نمیشه و این در نهایت باعث چی میشه؟ باعث میشه که اون آدما خیلی امیدی به موفقیت خودشون نداشته باشن، خیلی فکر نکنن که راه برای اونا هم بازه که بخوان به شکوفایی برسن. این رو شما توی فیلم و کتاب هم میبینید یعنی هالیوود با اون عظمت که مثلا داره کار میکنه و این همه به اینکلوژن رو نمیتونم این چیزای مختلف اعتقاد داره راجبش تبلیغ میکنه، ما یک دونه سوپر هیرویی که داره معلولیت نمیبینیم. ما یک دونه کتابی نمیبینیم که اون آدمه دارای معلولیت باشه و قهرمان قصه باشه. همونطور که الان البته الان داره تغییر میکنه، برای حالا رنگین پوستا اینقدر اعتراض کردن که دارن یه سری الگو و قهرمان براشون میسازن. به تا قبل از اون ما نمیدیدیم که از جامعه اقلیت بخواد قهرمانی انتخاب بشه. و در نهایت نکته دیگه ای که وجود داره نگرانی در رابطه با تولید مثلشونه. یعنی به طرز عجیبی جامعه اکثریت براش تولید مثل جامعه اقلیت مسئله است. اینکه چقدر بچه دار میشه، آیا بچه دار میشه یا نمیشه، اینکه باید جلوی بچه دار شدنش رو بگیری یا نگیری. یعنی براشون مسئله است، همونطوری که برای افراد دارای معلولیت مسئله است. یعنی اینکه جامعه تصمیم میگیره که برای خودش تز میده که نه، فقط افراد دارای معلولیت نباید بچه دار شن، اگر طرف بچه دار بشه قضاوتش میکنن و همینطور این قضیه ادامه پیدا میکنه. به خاطر اینکه جامعه انقدر افراد دارای معلولیت رو ندیده، وقتی که میبینه نمیدونه باهاشون چطور رفتار بکنه و سعی میکنه که اون استانداردهای خودش رو به اونا القا بکنه و تمام تلاشش رو میکنه که اون جامعه اقلیت رو شبیه جامعه خودش بکنه. اینکه چطور میپوشه، چطور راه میره، چطور دستشویی میره، چطور ازدواج میکنه، با کی ازدواج میکنه، همه اینا براش سواله. همه اینا رو خودش برای اون جامعه اقلیت تصمیم میگیره. پس این مسئله اقلیت و معلولیت رو من خودم خیلی نگاهش رو دوست دارم و این چیزیه که دیده میشه و وقتی با افراد دارای معلولیت صحبت میکنید این رو حس میکنید. و در کنار این، چون این افراد معمولا دیده نمیشن، متخصص هم براشون کمتر وجود داره. یعنی همون چیزی که اصلا باعث شده ما امروز اینجا دور هم جمع شیم، اینکه ما یک روان درمانگری رو داشته باشیم که به صورت تخصصی برای درمان افراد دارای معلولیت بخواد کار بکنه، متاسفانه تعدادشون کم هستش. حالا ما به اینجا رسیدیم که اوکی، یه سری مفاهیم وجود داره، یک سری تعریف وجود داره. چه کارهایی ما میتونیم بکنیم برای افراد دارای معلولیت؟ چه کاری از دست ما برمیاد و من روان درمانگر
و منی که دارم حالا کار خدماتی ارائه میدم، چه کاری میتونم بکنم که بتونم ارتباط بهتری با افراد دارای معلولیت داشته باشم؟ اولین مسئله اینه که در استفاده از کلماتی که داریم به کار میبریم دقت بکنیم. ببینید توی ایران ما هنوز ترمی نداریم که همه افراد دارای معلولیت باهاش اوکی باشن. واژه توانیاب رو به کار می‌بردن و واژه روشندل رو برای افراد نابینا به کار می‌بردن و حالا واژه‌های مختلف، واژه افراد با توانایی خاص رو به کار می‌بردن. ولی چیزی که ما الان داریم امروز استفاده می‌کنیم این که فرد دارای معلولیت ترجمه عبارت people with disability که WHO پیشنهاد داده. این عبارت رو ما داریم به صورت استاندارد استفاده میکنیم، ولی در اتاق درمان یا در مکالماتی که شما با دوستانتون دارید به نظر بهتره که باهاشون مطرح بکنید، اینکه از اونها بخواید که و بپرسید که دوست دارید از چه ترمی استفاده بکنیم. در کنار این ما یک سری ضرب المثل و مسئله هایی داریم که یا اصطلاحاتی داریم که اصطلاحات مناسبی نیستن. حالا مثل چه میدونم مگه کوری، یا این چون بار منفی زیادی داره این رو میگن که خیلی خوبه که دقت بکنین استفاده نکنید. اما در کنارش مثلا خود من به شخص وقت دارم استفاده حرف میزنم خیلی میشه که بگم ببینید، یا و این ببینید گفتنهای من اگر من مثلا با فردی که نابینا هستش دارم جلسه میذارم یا دارم صحبت میکنم، این میتونه باعث سوء تفاهم بشه. ولی خیلی اوقات میگن که با طرف خیلی راحت در میون بذارید. معمولاً نیاز نیستش که توی این مسائل به وسواس خاصی بخورید، ولی خب خیلی مهمه که از اون واژه‌هایی که بار معنایی منفی دارن استفاده نکنید. مثلا یه چیز دیگرش اینه که ما از عبارت معلولیت مادرزادی بهتره که استفاده نکنیم، چرا که معلولیت مادرزادی انگار یک بار معنایی منفی داره به مادر منتقل میکنه. خیلی میگن بهتره که از معلولیت بدو تولد استفاده بکنیم. اینا یک سری واژه‌نامه هایی هستن که حالا ما تهیه کردیم در مجموعه راه رشد، حالا قرار در اختیار همگان هم قرار بگیره. نکته بعدی اینه که مهمه که با افراد دارای معلولیت ارتباط چشمی برقرار بکنیم. ما اینقدر جامعهمون افراد دارای معلولیت رو ندیده، اینقدر این آدم‌ها از جامعه خط خوردن که وقتی که طرف فرد دارای معلولیت رو می‌بینه یا از این ور میفته که اصلا روش نمیشه نگاش کنه، یعنی این ور اون ور رو نگاه میکنه، نگاهش رو میدزده، یا اینکه شروع میکنه خیره نگاه کردن به وسیله کمک حرکتیش، یا حالا اون نقصی که اون فرد داره، اون مسئله‌ای که اون فرد داره، یا به عصاش نگاه میکنه، یا به دستش خیلی ظلم میزنه، یا به سمعکش ظلم میزنه. بهترین ترمی که من میتونم به کار ببرم اینه که سعی کنید در برخورد با افراد دارای معلولیت نرمال رفتار بکنید و رفتارهای عجیب غریب رو خودتون نشون ندید. نکته دیگه در وقتی که داریم با افراد دارای معلولیت ارتباط برقرار میکنید و صحبت میکنید اینه که در دست دادن عجله نکنید. این به چه معناست؟ این که ما خیلی اوقات نمیدونیم اون فرد دارای معلولیتی که ما داریم باهاش حرف میزنیم تا چه میزان محدودیت داره در برخورد کردن، و خیلی لازم نیست این نرمال برخورد کردن به این معنا نیست که حالا خیلی ما هم بپریم جلو بخوایم حسن نیت خودمون رو نشون بدیم. خوبه که صحنه مراوده رو به خود افراد دارای معلولیت بسپاریم، بذاریم که خودشون تصمیم بگیرن و محدوده رابطه رو تعیین بکنن، به خاطر اینکه خیلی اوقات ما متوجه معلولیت اون فرد نمیشیم و اون فرد خودش میدونه که آیا میتونه دست بده یا نه، آیا توانایی این رو داره یا نه. پس بهتره که خیلی شما پیش دستانه رفتار نکنید. نکته مهم دیگه بحث کودکانه برخورد کردن. بسیاری از افراد دارای معلولیت با این قضیه مشکل دارن، مخصوصا با پزشک‌ها.
و حالا مردم عادی هم در کوچه و خیابون اتفاق میفته. یه طرف شروع میکنه با اون مراجعش مثل بچه‌ها صحبت کردن. این رو شما توی انقدر آشش شوره که شما مثلا توی سریال پایتخت هم میبینید که مثلا چه می‌دونم نقی معمولی به اون آقایی که کوتاه قامت بود میگفتش که برو سر درس و مشقت و اون میگه بابا من خودم استاد دانشگاه. این رو ما دقیقا همون مدل نقی معمولیش رو در جامعه داریم رو مشاهده میکنیم. یعنی مثلا پزشک میاد یک مراجعه کننده ای داره با مثلا 35 سال سن که نابیناست، با مادرش طرف اومده دکتر و پزشک موقعی که اینا رو میبینه رو میکنه به مادر میگه این بچه‌مون چشه. این عجیب ترین کاریه که داره اتفاق میفته توی برخورد با افراد داره مالیات. به شدت افراد بهشون بر میخوره، به شدت باعث اهانت بهشون میشه و باید دقت بکنیم که آقا وقتی که داریم فرد داره مالیات رو میبینیم با خودش صحبت بکنیم نه با همراهاش و در کنارش موقعی که داریم باهاشون حرف میزنیم صحبت‌هاشون رو ما نخواهیم که کامل بکنیم. ما خیلی میشه که حالا فرد با علت مالیاتی که داره سخت‌تر یا با سرعت کمتری حرف میزنه. این کودکانه برخورد کردنه، این که ما میپریم وسط حرفشون و سعی میکنیم حرفشون رو کامل بکنیم، باعث کمبود اعتماد به نفس و کمبود عزت نفسشون میشه و اونا رو دوباره به خون نمیسپاره. یعنی باعث میشه که کمتر توی جامعه بخوان حضور پیدا بکنن. نکته دیگه که باز دوباره این من فکر می‌کنم که مخصوص جامعه خودمونه اینه که افراد تو ایران وقتی فرد دارای معلولیت می‌بینن سعی می‌کنن در خوبی کردن از اصلا سبقت بگیرن یا خیلی سعی می‌کنن که سریع اون رو به یک جایی برسونن. این عجیب ترین کاریه که واقعا صورت میگیره دیگه. اون فردی که داره از ویلچر استفاده میکنه ویلچر حریمشه، چون نباید بدون اجازه به دست به ویلچرش بزنی. اون فرد نابینایی که داره از عصا استفاده میکنه شما نباید بدون اجازه دست به عصاش بزنی، نباید یه خود زیر بغلش رو بگیری بخوای تکونش بدی. من بارها و بارها از مراجعین اداره مالیات هم از دوستان اداره مالیات هم خاطراتی شنیدم که واقعا طنز بیشتر بگی و طنز ناراحت کننده، به این صورت که طرف این ور خیابون ایستاده یه نفر به زور دستش رو گرفته خیابون ردش کرده. یعنی خب وقتی فرد داره مالیات میبینه اول باهاش حرف بزنید، ببینید میخواد کمکش بکنید که رد بشه، شاید همون طرفی که هست کار داشته باشه یا طرف داره با ایستاده با ویلچرش داره کاری میکنه یکی ویلچرش رو میگیره و حرکتش میده. این باز دوباره من این رو نه ناشی از بی احترامی، من ناشی از ناآگاهی جامعه میدونم. این به نظر من، حالا نظر شخصی من اینه که جامعه ایران خیلی دید بدی نسبت به جامعه به افراد داره مالیات نداره و میتونه که از نظر نگرشی یکم اینکلوسیو باشه، حالا نه از نظر دستورپذیر محیطی، ولی مردم واقعا به خاطر اینکه کمتر افراد دارای مالیات رو دیدن کمتر میدونن که چطور باید باهاشون رفتار بکنن. بحث دیگه که خیلی اتفاق میفته اینه که آقا سوال بیجا نپرسیم. این رو من توی کانتکست درمانی، حالا من یک فرمی که حالا هم خانم اولکین برای مراجعه داره مالیات نوشته رو در ادامه گذاشتم، ولی این رو خوبه که شما در جریان باشین چه در کانتکست درمانی چه در کانتکست معمولی. آدم‌ها خیلی معمولاً به اصطلاحاً کنجکاوی میکنن و سوالای خیلی خصوصی میپرسن از فرد دارای معلولیت، اینکه چی شده، چرا اینطوری شده و اینا. اگر در خارج از محیط درمان هستین این رو باید در نظر داشته باشین که اصلا لازم نیستش که شما این رو بدونید و لازم نیستش که اون فرد برای شما این رو توضیح بده. در کانتکست درمانی هم شما به عنوان روان درمانگر نباید این فرض رو داشته باشین که اگر فرد دارای معلولیتی به شما مراجعه کرده لزوماً به خاطر معلولیتش مراجعه کرده. بسیاری از مراجعین ما وقتی که به ما مراجعه میکنن مسئلهشون مسئله معلولیت نیست، مسئلهشون اصلا چیزی دیگه ایه. اینجا پیشنهاد میشه که بررسی بکنین و یک وزنی به اون معلولیت در دنیای خود اون فرد بدین.
پس شما جلو لازم نیستش که یک سری سوالات رو بپرسین یا یک سری قضاوت‌ها راجع به اون شرایط داشته باشیم. بحث ترحم کردن این رو دوباره من احساس میکنم که کمی مخصوص فضای اجتماعی خود ماه. اینه که افرادی که حالا مردم وقتی دارای ملیت رو بدن بسیار میرن توی فضای ترحم کردن، اینکه تو خاص هستی، تو شجاع هستی، یا اینکه فرد داره ملیت رو میبینن رو میگن خدا رو شکر. من فکر میکنم که من تقریبا دوست یا مراجعه داره ملیتی نداشتم که این موضوع رو برای من ذکر نکرده باشه که آقا من دارم توی خیابون رد میشم، توی تاکسی نشستم، طرف منو میبینه تو روی من میگه خدا رو شکر. خدا رو شکر یعنی چی؟ یعنی که خدا رو شکر که من داره ملیت نیستم. یا مثلا من همکاری داشتم اتفاقا وضعشون خیلی خوب بود از لحاظ مالی، میگم من تاکسی سوار میشم خیلی اوقات آدم‌ها از من پول نمیگیرن، میگن نه تو برو، تو دلت پاک ما رو دعا کن. حالا اون به شوخی و خنده همیشه یا پولو میداد یا نمیدادم، میگم خب نمیگیره دیگه به نفع من. ولی خب تصور کنید حالا این آدم واقعا بسیار قوی بود و تونسته بود با این قضیه کنار بیاد با برخورد مردم. ولی واقعا کار سختیه اینکه همه مردم فکر میکنن که لزوما چون تو دارای ملیت هستی میگم یا فقیری یا اینکه باید نسبت به ترحم بکنن. ببینید اصلا کلا مسئله اینه که جامعه ما انقدر افراد دارای ملیت رو نمیشناسه که مثلا من یک دوستی داشتم که نابینا بود، این تعریف میکرد، میگفتش که من یه بار رفته بودم مترو، یه آقای اومد از مسئولین مترو کمکش، این دستش گرفته بود تو داشته میبردش، بهش میگه که اتفاقا دیروز یکی از همکارانتون اینجا بود و این پرسیده بود که کدوم همکارم، و تو میدونی من کارم چیه؟ گفته بود نه دیگه مثل شما بود، از اساس استفاده میکرد، نابینا بود. یعنی اون آدمه نه تنها نمیدونه که و بهش ازش پرسیده بود که مثلا میشناسی، مثلا محمد بود اسمش، میشناسی؟ یعنی تصورش اینه که افراد داره ملیت همشون هم دیگه رو میشناسن، یعنی مثلا همه نابینای ایران هم دیگه رو میشناسن و اینکه اصلا فکر کرد که اصلا نابینایی شغله. یعنی این من باز میگم این نظر شخصی منه، من تصورم اینه که این نگاهی که در جامعه ما نسبت به ملیت وجود داره لزوماً از نگاه منفی نیست، بیشتر بابت ندونستن و ناآگاهیه و اینکه با این نگاهه و با این مدل برخورده چه فشاری رو دارن به اون جامعه و به اون فرد ایجاد میکنن. و بحث آخری که ما داریم اینه که وقتی که اگه شما مراجعه کننده‌ای دارید که دارای ملیت و از ویلچر استفاده میکنه، خیلی خوب موقع صحبت کردن باهاش خودتون رو باهاش همسط بکنید. اگر کوتاه قامته سعی کنید خودتون رو باهاش همسط بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اینا اولین مسئلهش اینه که آقا شما این آدمی که داره با شما صحبت میکنه بخواد گردنش رو تمام مدت بالا بگیره، خب از گردن درد واقعا به مشکل میخوره و دردهای طولانی خواهد داشت. این یک مسئله است. دومین مسئله اینه که شما خودتون رو در موضع برابر باهاش قرار میدین. معمولا افراد دارای معلولیت دیگه تفاوتی که با اقلیت‌های دیگه دارن اینه که در موضع برابر با دیگران نیستن. یعنی معمولا در رول‌هایی قرار میگیرن که نیاز به کمک دارن و این نیاز به کمک باعث میشه که اون روله درست ایجاد نشه و اون آدمه انگار سطحش از لحاظ اجتماعی بیاد پایین‌تر. پس خوبه که ما به این قضیه دامن نزنیم. یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که مثلا برای تفاوت دیگه‌ای که با دیگر جوامع اقلیت دارن اینه که براشون مثلا ورودی‌های جدا گذاشتن، اینکه یک دربی مخصوص افراد دارای معلولیت. این تمامی کاری بوده که انگار جامعه میتونسته بکنه ولی حواسش نیست که با این کار باز داره اون فرد رو از اون جامعه جدا میکنه و با این کار باز داره اون رو از یک انسان معمولی جدا میکنه و داره بهش یک برچسبی میزنه.
پس خیلی خوبه که ما به عنوان روان‌درمانگر یا به عنوان فردی که نسبت به این قضیه دغدغه داریم، حواسمون باشه که توی موقعیت‌هایی که میتونیم به این ماجرا دامن نزنیم. توی افرادی که نابینا هستن هم همینطور. مثلا اگر توی این جلسه مثلا ما فردی داریم که نابینا هستش، خوبه که من وقتی که توی جلسه قرار میگیرم اینجا توضیح بدم که من ریش دارم، عینک به چشممه، یک پلیور مثلا حالا تیره ترمه. وقتی که به کلینیک شما میان خوبه که یک توضیحی در رابطه با این فضا بدیم، اینکه اوکی مثلا توی این اتاق 2 تا صندلی وجود داره، صندلی ها مثلا رنگشون زرشکیه، دیوار رنگش سفیده، یک فرش هم وجود داره. این کمک میکنه که اون سطح برابر بشه و اون فردی که داره توی محیط با شما قرار میگیره احساس پایین‌تر بودن نکنه. یا مسئله دیگه‌ای که ما خیلی بهش باید دقت بکنیم وقتی که افرادی که نابینا هستن رو پذیرش میکنیم برای کلینیک یا ادارات، نکته‌ای که خیلی باید بهش توجه بکنیم رو ما خودمون از افرادی که نابینا بودن یاد گرفتیم، اینه که از روند کاری اونجا براش توضیح بدیم. تصور کنید یک فرد نابینایی وارد جلسه میشه، وارد کلینیک شما میشه و وقت میگیره از روان‌درمانگر. تا این تایمی که شما براش فرم رو پر بکنید، به اون روان‌درمانگر خبر بدین که مثلا آقای فلانی یا خانم فلانی اومده، این آدم اونجا نشسته، این نمیبینه که شما داری کار میکنی، این نمیبینه که شما آیا رفتی به اون روان‌درمانگر بگی یا نه، آیا آدم‌های دیگه هم مثل ایشون منتظر هستن یا نه. پس نکته‌ای که باید در نظر بگیریم وقتی که با افراد نابینا جلسه داریم، وقتی که باهاشون قرار کار بکنیم، یک فلو، یعنی یک توضیحی از فلوی کاری اونجا بدیم تا اون آدم در جریان باشه. و در نهایت چیزی که باید توجه بکنید اینه که وقتی که فردی که داره عملیات هست رو میبینید بدون اجازه عکاسی نکنید. این تعریف رو فضای درمان نداره، من این رو برای حالا چیز دیگه گذاشتم، به خاطر اینکه خیلی بچه‌ها شاکی هستن. این افراد داره عملیات خیلی از این شکایت میکنن که آقا من دارم راه میرم، از یکی متوجه میشم یکی از پشت داره از من عکس میگیره، یکی از ویلچرم عکس گرفته، یکی از عصام عکس گرفته. شما حق ندارین که این کار رو بکنید. واقعیت طبیعی هم هست که همونطور که دیگران حق ندارن با شما این کار رو بکنن. حالا این بحث عکاسی که شد، من یه مسئله رو مطرح بکنم. توی دسترس پذیری خوبه که اگر دارید توی فضای مجازی فعالیت میکنید، وقتی که عکسی منتشر میکنید، این گزینه آلت تکستی که مثلا توی توییتر وجود داره رو فعال بکنید و یک توضیح کافی و کاملی از اون عکسی که منتشر میکنید بدید. برای همین هم هست این نگاه جامعه شناسانه و مدل اجتماعی معلولیت هستش که منجر شده که فضا دسترس پذیر بشه و مثلا الان گوگل برای افراد دارای معلولیت این امکان رو گذاشته که اگر از میخوان از کیبورد استفاده بکنن و نمیتونن حالا خودشون تایپ کنن، کیبورد براشون روی LCD قرار میگیره و اونا با موس میتونن شروع بکنن به تایپ کردن. یا گوگل برای اینکه آدم‌ها تشویق بشن که از گزینه آلت تکست استفاده بکنن و شرحی بر عکساشون توی سایت‌ها بنویسن، براشون جایزه گذاشته و میگه که اگر شما اینا رو بذاری باعث میشه سئو سایت هم بهتر بشه. اینا در حقیقت همون مسئله عدالت هست، اینکه ما بدونیم که چه کاری میتونیم بکنیم تا فضا رو آماده بکنیم تا افراد بتونن از امکانات محیطی به صورت برابر استفاده بکنن. و بخش آخر امروز ما برمیگرده به معلولیت در اتاق درمان. این رو در نظر داشته باشین که حالا من این خیلی گشتم دنبال عکسی که برعکس باشه، یعنی بتونم اون فرد دارای معلولیت خودش درمانگر باشه و نمیدونم، حالا سعی کردم عکس انتخاب بکنم که نوترو باشه و اینطوری یعنی قابل تشخیص نباشه. چون ما درمانگرهای دارای معلولیت هم داریم و این خودش یک بحث بسیار جذابی هستش که ما حالا
داریم پی میگیریم، اینکه آیا فردی که دارای معلولیت هستش در اتاق درمان آیا باید قبلش به مراجعش بگه که من دارای معلولیت هستم یا نه. این حالا یک بحث دیگه ایه. ولی بریم سراغ این که اون معلولیت در اتاق درمان چه معنایی میتونه داشته باشه، یعنی مراجعه کننده شما که اگر دارای معلولیته چه مسائلی رو با خودش میتونه بیاره. قبلش من این رو تاکید بکنم که طبق این نگاه ما خیلی اصراری نداریم که لزوما افراد دارای معلولیت همشون یک مشکل دارن و اینکه اون فردی که دارای معلولیت اگر به اتاق درمان میاد لزوما به خاطر معلولیتش میاد. پس این رو من باز تاکید دوچندان میکنم راجع به این قضیه که معلولیت اون فرد لزوما دلیل اومدنش به اتاق درمان نیستش. ولی خوبه که شما به عنوان درمانگر به یک سری از مسائل دقت بکنید برای افراد دارای معلولیت. یعنی اصطلاحاً ما یه استادی داشتیم دکتر برجلی توی دانشگاه علامه میگفت تکست رو باید توی کانتکست دید، باید اون کانتکست دقت بکنید. یکی از مسائلی که باید بهش دقت بکنید اینه که معلولیت بیماری نیست. این یعنی چی؟ نکته‌ای که گفته میشه اول برای کادر درمانی به غیر از روان درمانگرها اینه که به فرد و افراد دارای معلولیت فقط زمانی که توی بیمارستان برای مشکل خودشون اومدن میتونیم بگیم بیمار، وگرنه نباید فکر کنیم که هر فردی دارای معلولیت داره بیماریه. اما بخوایم این رو بحثش رو بیشتر و نظری‌تر ببینیم و بیاریمش توی اتاق درمان روانشناسی، خب این بریم سراغ یک مثالی. شما 2 تا طیف رو در نظر بگیریم، 2 تا خط که حالا انگار موازی هم هستن. یک طیف رو بذاریم اسمش رو سلامتی، طیف دوم رو اسمش رو بذاریم معلولیت. سمت چپ کمترین حالتشه و سمت راست بیشترین حالت هر کدوم هستش. به طیف سلامتی در سمت چپ در کمترین حالت ما سرماخوردگی رو داریم. فردی که سرماخورده آیا دارای معلولیته؟ خیر. آیا خودش رو دارای معلولیت میدونه؟ خیر. آیا جامعه‌مون رو دارای معلولیت میدونه؟ خیر. بیایم اینور توی سمت معلولیت. توی طیف معلولیت در سمت چپ ما کوررنگی رو داریم. چرا کوررنگی میتونه دارای معلولیت محسوب بشه؟ به خاطر اینکه محیط کامل دسترس پذیر نیست. این افراد سری چیزا رو نمیتونن ببینن، امکان داره چراغ راهنمایی رو درست نبینن، امکان داره از سایت ها نتونن درست استفاده بکنن، لباسایی رو نتونن بگیرن، پس و اینکه دائم هم هستش دیگه، پس میتونه دارای معلولیت بشه. ولی آیا جامعه این افراد دارای معلولیت میتونه؟ فکر نمی‌کنم. یعنی قانون هم فکر نمی‌کنم که این افراد دارای معلولیت بدونه. سوال بعدی اینه که آیا این افراد خودشون رو دارای معلولیت میتونن؟ که من باز هم فکر می‌کنم که نه. من واقعیت ندیدم افراد کوررنگ رو، تا باشون مراوده نداشتم، ولی تصورم اینه که خودشون رو دارای معلولیت ندونن. ولی هرچی از این طیفه میریم به سمت راست و شدتش رو بیشتر میکنیم انگار اینا کم کم به هم نزدیک و نزدیکتر میشن. یعنی یه جاهایی یک مشکلات سلامتی باعث معلولیت میشه، مثل فردی که دیابت داره. فردی که دیابت داره نمیتونه دیگه درست راه بره، به مشکل خورده برای راه رفتن، باید از وسایل کمک حرکتی استفاده بکنه. این فرد به خاطر بیماری دچار معلولیت شده. پس میتونیم ما آیا بهش بگیم بیمار یا نه؟ این خیلی مهمه که ببینیم که اون فرد خودش رو اصلا دارای معلولیت میدونه یا نه. یعنی که شما اگر بیمار دیابتی داشته باشین خیلی مهمه بدونین که آیا اون خودش رو داره معلولیت میدونه یا نه. این رو شما توی سالمندان هم میبینید. یعنی سالمندانی که به یک علتی، به یک بیماری دچار یک مدلی از معلولیت هستن و کمتر بهشون لفظ معلولیت گفته میشه، کمتر بهشون اطلاق میشه. این ور رو نگاه بکنیم. مثلا فردی که با یک اختلال به دنیا اومده یا در اساس سانحه‌ای دچار معلولیت شده، مثلا دچار زایه نخاعی شده، این فرد خودش رو بیمار نمیدونه ولی خودش رو داره معلولیت میدونه. پس خیلی مهمه که شما وقتی که با مراجعتون در اتاق درمان هستین ببینید که اون آدم خودش رو کجا میبینه.
تو کدوم طیف میبینه و خود شما دارید اون آدم رو تو کدوم طیف میبینید. همونطور که اول جلسه عرض کردم خدمتتون، ما توی تعریف معلولیت مشکل داریم. ما نمیدونیم که دقیقاً چطور میتونیم معلولیت رو به نوعی تعریف بکنیم که برای همه قابل قبول باشه. یکی از مسائل همینه. معمولا هستن افراد دارای معلولیتی که خودشون رو اصلا در طیف معلولیت جا نمیدن. مثالش رو عرض کردم، مثل افرادی که به خاطر دیابت دچار این مشکل هستن، یا و از اون ور هستن افراد دارای معلولیتی که خودشون رو اصلا توی طیف سلامتی جا نمیدن. پس حواسمون باید به این مسئله باشه و به اون جایگاهی که اون فرد به خودش توی این دو طیف میده که این میتونه یک سری مسائل رو براش به همراه داشته باشه. نکته بعدی بحث اشتغال و معلولیته. در بزرگسالی یکی از استرسورهای اصلی هر بزرگسالی بحث شغله، بحث درآمد. برای افراد دارای معلولیت این استرس یکم بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت وجود داره. یعنی تصور اینه که فرد دارای معلولیت یا نیاز به کار نداره یا حرف اینه که نمیتونه کار بکنه. این خیلی جالبه. یک پرسشنامه‌ای پخش میشه در انگلستان در سال 2007. از 25 میلیون نفر آدم راجع به معلولیت سوال میپرسن و میبینن که 75% از این آدم‌هایی که تو این پرسشنامه شرکت کردن نگرش‌های منفی نسبت به معلولیت دارن. و جالب اینه که خود افراد دارای معلولیت هم نگرش‌های منفی نسبت به این قضیه داشتن. حالا ما این رو دوباره بهش برمیگردیم توی بحث روابط عاشقانه. ولی در عمل وقتی که ما میبینیم که جامعه میاد به سمت اینکه قبول بکنه افراد معلولیت بیان وارد کار بشن، قضیه تغییر میکنه. به چه معنا؟ ببینید وقتی که از مردم عادی میپرسید که به نظرتون مشکل افراد داره معلولیت چیه، معمولاً میگن که حالا مشکل جسمی داره، اختلال عملکردی داره و و و و. ولی وقتی از افراد داره معلولیت میپرسیم که مشکل اصلیتون چیه، معمولا میگن نگاه جامعه به ما. یعنی خود این افراد نگاه جامعه رو مسئله ساز میرن و همین قضیه توی اشتغال داره ایجاد میشه. یه مثال خیلی معروفی هست راجب فردی که دنبال کار بوده، دنبال شغل مدیریتی بوده و داره معلولیت بود. ایشون یه خانومی بودن که پیش باراک اوباما و نانسی پلوسی دوره کارورزی گذرونده بودن، ولی هیچ کس بهش کار نمیداد. هیچ کس قبول نمی‌کرد که این آدم بره کار بکنه. یعنی طرف رفته بود یه دوره پیش در بالاترین سطح ممکن کارآموزی کرده بود، ولی کسی تو آمریکا بهش کار نمیداد. این نشون میده که چقدر نگاه اون جامعه نگاه منفی نسبت به معلولیت. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی افراد دارای معلولیت میرن به دنبال کار، وقتی میرن اپلای میکنن برای کاری، معمولاً تأکید و نگاه به اونه که چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده، نه چه کارهایی رو میتونه انجام بده. طرف میره سر کار، مثلا شغلش اینه که تایپیست باشه، شغلش اینه که روان درمانگر بشه و یه جا استخدام بشه و اولین سوالی که ازش میپرسن اینه که اگه بخوای بری چای بیاری برای خودت چیکار میکنی؟ آقا اصلا بقیه چیکار میکنن؟ خب بقیه که براشون چای قرار بریزه دیگه. حالا اگر این تهش نیست خودش چای نمیخوره، چه جوری میخوای بری دستشویی؟ خب این آدمه که تا این سن رسیده قبلا میرفته دستشویی دیگه. یعنی اصلا جزء وظایف شغلیش نیستش که شما نگرانی این قضیه رو داشته باشی. ولی اولین چیزی که کارفرما بهش نگاه میکنه اون مسائلیه که اون فرد نمیتونه انجام بده. ولی چیز عجیب اینه که در آمار ما میبینیم وقتی افراد داره معلولیت میرن سر کار، بی‌نهایت کارفرماها ازشون راضیان. یک نظرسنجی میشه توی مونترال کانادا، از بانک مونترال نظرسنجی میکنه و متوجه میشه که 80% افراد دارای معلولیت از 95% آدم‌هایی که دارن کار میکنن بهره‌وری بهتری دارن و 85% از رؤسا اعلام کردن که فراتر از انتظارشون بوده اون کارمند.
نگرانی که وجود داره دوباره از توی اشتغالشون یک نظرسنجی تو انگلستان انجام میشه که میگه که آقا بزرگترین نگرانی اینه که میگن اگه فرد داره ملیت به خاطر مشکلی که داره باید بره دکتر، مرخصی زیادی میخواد و اینا مرخصی هاشون زیاده. نکته جالب چیه؟ اینه که بررسی کردن دیدن که 85% افراد دارای ملیت شاغل از میانگین جمعیت شاغلین کمتر به مرخصی رفتن و توی این جمعیت وفاداری بسیار زیادی هم به اون سازمان دارن، یعنی 75%شون توی اون کار میمونن و وفاداری تو همون سازمان میمونن. ولی اگر نیک بنگرید این خیلی هم چیز خوبی نیست، یعنی ماجرا اینه که انقدر این آدم استراب این رو داره که اگر از این کار بیاد بیرون نمیتونه شغل عوض بکنه، نه مرخصیاش رو میره و نه حاضره که کار عوض بکنه. یعنی انقدر جامعه داره بهش فشار میاره که از 80% آدمای دیگه همکارای خودش داره کمتر میره مرخصی، چیزی که استحقاقش رو داره مثل بقیه ولی نمیره. و 70% دیگهشون 75% دیگهشون داره بیشتر تو اون سازمان میمونه و وفاداری بیشتری نسبت به سازمانی داره که توش استخدامه. چرا؟ به خاطر اینکه میدونه که اگر بخواد جاش رو عوض بکنه قرار نیست لزوما جای بهتری پیدا بکنه و قراره با یک سری برچسب‌های منفی دیگه همراه بشه. پس اینو در نظر داشته باشین شما به عنوان درمانگر اگر مراجعه کننده دارای معلولیت دارین، احتمال داره که اون فرد دارای معلولیت بخشی از این نگرانیش رو با خودش بیاره و آماده این رو داشته باشین و بدونید که این افراد دچار این مسئله هستن و در کنارشون در جریان باشین که ما افراد دارای معلولیت زیادی داریم که در مشاغل بسیار خوبی دارن کار میکنن، یعنی تقریبا شغلی نیستش که افراد دارای معلولیت درش وجود نداشته باشن ولی جامعه خبر نداره. من فرد نابینای پروگرامر میشناسم، فرد نابینای که تولید محتوا میکنه میشناسم، وکیل میشناسم، معلم میشناسم، تعمیر کننده موبایل میشناسم و شغل پزشک میشناسم، خلاصه که مدیر بانک میشناسم، مدیر عامل میشناسم. پس هر مدل شغلی که شما بگین برای افراد دارای معلولیت وجود داره و شما به عنوان درمانگر این رو باید در نظر داشته باشین که شما نگاه منفی به این قضیه نداشته باشین یا به نظرتون این غیر ممکن نیاد که بخواد کار بکنه، چرا که اون در بیرون از اتاق درمان همه دارن بهش اینطوری نگاه میکنن که تو فلان کار رو نمیتونی بکنی، در صورتی که خلافش بسیار زیاده. نکته دیگه که در اتاق درمان برای افراد دارای معلولیت مطرح میشه این نه که جای دیگه مطرح نشه، یعنی همونطور که در مسئله اشتغال مطرح میشه و فقط نگرش شما مهمه، اینجا دوباره همینطوره. معلولیت و رابطه جنسی یا معلولیت و رابطه عاشقانه است. خب این مسئله توی جامعه ایران به صورت کلی به عنوان یک تابو شناخته میشه، یعنی شما مراجعه‌ای که بخوای داشته باشی که بخواد بیاد از این قضیه شکایت بکنه و دنبال این باشه که حالا دنبال رابطه‌ای باشه و بخواد حالا چیزی بسازه زیاده. مسئله چیه؟ مسئله اینه که برای فرد دارای معلولیت این قضیه دوچندانه و این مختص به جامعه ایران هم نیستش. به صورت کلی متاسفانه افراد دارای معلولیت آسکشوال پنداشته میشن، یعنی تصور میشه که اینها افرادی هستن که لیبیدو ندارن، افرادی هستن که میل جنسی درشون وجود نداره و اتفاقی که میفته این قضیه رو انقدر تعمیمش میدن که اینها شروع میکنن به سرکوب کردن اون حس و کمتر میرن دنبال این که بخوان برطرفش بکنن و یا بخوان وارد رابطه‌ای بشن. ولی خب این مسئله رو با خودشون به اتاق درمان میارن. برای جامعه انگار یک باور اشتباهی جا افتاده، اون هم این که فرد دارای معلولیت برای شاد بودن نیاز به رابطه جنسی نداره یا فرد دارای معلولیت نیاز نداره که عاشق بشه یا مسائل خیلی کلیشه بزرگی هست که میگن برای فرد دارای معلولیت مسائل مهمتری هست تا اینکه بخواد عاشق بشه یا رابطه داشته باشه، در صورتی که این باور اشتباهی هستش.
ما وقتی که داریم راجع به معلولیت و رابطه عاشقانه و رابطه جنسی صحبت می‌کنیم، باید دو تا بحث رو در نظر بگیریم. یک قسمتش نقص فانکشناله که برای بعضی از افراد داره معلولیت وجود داره، مثل افراد مردانی که دچار زایه نخاعی هستن. اینها میتونن حالا بسته به اینکه کدوم یک از مهره‌های کمرشون دچار مشکل باشه، دچار اختلالات جنسی باشن از نظر فانکشنال و نتونن فانکشن داشته باشن، که تا حد خوبیش رو از لحاظ پزشکی جبران شده و تونستن درمان بکنن و کنترل بکنن. ولی چیزی که معمولاً باهاش درگیر هستن افراد، این نگاه منفیه. این رو بالاتر مثال زدم که توی بحث اشتغال که خود افراد داره معلولیت به این قضیه نگاه منفی دارن. ما یک جلسه‌ای داشتیم با افراد داره معلولیت، خانم ها و دو آقا توی جلسه بودن. وقتی از خانم ها میپرسیدیم که شما آیا حاضر هستین با فردی که دارای معلولیت هست وارد رابطه بشین، خانم ها به طرز باور نکردنی میگفتن نه، و میگفتن نه این مشکل داره، نه به پذیرش نرسیده، یا هر چیز به هر حال یه بهانه‌ای می آوردن و اون آقا حالا مشکلی نداشت. و حالا این خیلی نمونه خوبی نیست که به قابل تعمیم باشه، ولی نشون میده که خود این نگاه منفی که نسبت به رابطه وجود داره میتونه در خود اون جامعه هم وجود داشته باشه و این آدم با یک فشار زیادی وارد جلسه میشه که اگر شما به عنوان درمانگر این نگاه رو داشته باشی که حالا این خیلی هم مهم نیست یا اصلا شدنی نیست، خب میتونه درمانت رو غیر دسترس پذیر بکنه دیگه. یعنی شما داری باور اشتباه خودت رو دوباره توی جلسه تزریق میکنی. اینو باید در نظر بگیری. کما اینکه در خارج از کشور، حالا هلند فکر میکنم، وسایل بسیار زیاد کمکی وجود داره برای این مسائل، فاند دولتی وجود داره و در کنارش حتی در نامه‌های دوستیابی مخصوص افراد دارای معلولیت وجود داره. یعنی کامیونیتی وجود داره، برنامه‌های دوستیابی وجود داره که افراد میتونن همدیگه رو پیدا بکنن و حالا وارد رابطه بشن. و این دوباره اون ماجرایی هم یادتون باشه دیگه، انگار تصور بر اینه که دوباره که اینا باید لزوما ازدواج در اون گروهی داشته باشن، لزوما باید با هم رابطه داشته باشن، که این هم دوباره ناشی از نگاه اقلیت. یعنی حتی تو جامعه غربی هم این ماجرا وجود داره که میاد برای این آدمای کامیونیتی جدا میکنه، میگه که اگر داره معلولیت هستی یا دنبال زوج داره معلولیت میگردی، برو اینجا بگرد. و معلولیت و کودکی، نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که توی روانشناسی و توی تکسبوک ها یک فرقی بین افراد میذارن از این منظر که آیا اون فرد از ود تولد دارای معلولیت شده یا نه بر اساس سانحه‌ای دچار معلولیت شده. فرقشون چیه؟ فردی که بعد به تولد دارای معلولیت هستش با یک سری از مسائل درگیره. معمولا این افراد معلولیت به هویتشون گره خورده و اینا خیلی درگیر مسئله پذیرش شاید نباشن، شاید اینجا رو با احتیاط صحبت میکنم، شاید نباشن، ولی چیزی که براشون مسئله ساز هستش اون نگرش های منفی هستش که در جامعه به معلولیت وجود داره. این افراد تصویری از بدن بدون معلولیت خود ندارن، چون وجود نداشته از ابتدا، ولی یک نگاه منفی وجود داشته، یک مسئله‌ای وجود داشته به این عنوان که یا اون خانواده، معمولا اینا مسئلهشون برمیگرده به خانواده. نقش خانواده برای افراد دارای معلولیتی که البته تولد دچار این قضیه هستن خیلی مهم و خیلی پررنگه. به چه صورت؟ خانواده معمولا از دو الگو پیروی میکنه. یا میاد کامل نادیدش میگیره، یعنی اصلا کتمانش میکنه که آقا اصلا تو که داره معلولیت نیستی، تو هم مثل بقیه‌ای، تو هم هیچ مشکلی نداری، به زندگیت برس. و این آدم میاد تا 7 سالگی مثلا بعد که وارد مدرسه میشه میبینه که نگاه جامعه با من متفاوته، من مدرسه‌ام با دختر خاله‌ام فرق میکنه، من جایی که دارم میرم آدم‌ها دارن با من یه مدل دیگه رفتار میکنن و این رو ربطش میده به معلولیتش و تصورش بر این میشه که اوکی
این یک چیزیه که من باید قایمش کنم. یعنی یک شرمی رو با خودش به همراه داره. در کنار این روبروی این نگاه دیگه‌ای وجود داره و مدل دیگه‌ای که خانواده‌ها برخورد می‌کنن به این صورته که خانواده یک کودک دارای معلولیت داره و تمام مدت داره ازش مراقبت میکنه. یعنی توانایی‌های این بچه رو کامل نادیده میگیره، هر کاری که از دستش بیاد براش انجام میده و هر چیزی که اون بچه میخواد رو سعی میکنه خودش انجام بده و کوچکترین مسئولیتی به اون کودک نمیسپاره. خب این دقیقاً تعریف کودک اسپویلر دیگه، یعنی اصلا این خیلی هم ربطی به فرد داره معلولیت نداره. یعنی شما این رو ما برای والدین داریم، در همه والدینی که میتونن بچه‌شون اصطلاحاً لوس بکنن. ولی اتفاقی که برای فرد داره معلولیت میفته چیه؟ اینه که اعتماد به نفسش رو به شدت از دست میده و در بزرگسالی خیلی سخت میتونه استقلال خودش رو پیدا بکنه. این و فردی که در بزرگسالی دچار معلولیت شده معمولاً با مسائل پذیرش و اضطراب درگیر هستش. پذیرشش تقریبا همون مثال و مراحل کوبل-راس رو معمولا در فیسبوک ها مثال میزنن. ولی حالا نکته‌ای که ما خودمون در توی کارورزی با همراه بقیه بچه‌ها بهش رسیدیم و دیدیم که وقتی بعد آدم‌ها می اومدن و ما راهنمایی می‌کردن، افراد داره معلولیت می‌اومدن ما راهنمایی می‌کردن، اینه که این پذیرش اصلا لزوما یا وجود نداره یا اگر وجود داشته باشه به این صورت نیستش که امروز پذیرش داشته باشی خب دیگه برای آخر عمر تو با پذیرشی. نه، تو با یک مسئله قرار زندگی بکنی و یک روز خوبی، یک روز پذیرش داری، ولی یک روز با یک نگاه، با یک حرف، با یک خاطره دوباره میافتی توی سیستم عدم پذیرش معلولیت. و حالا نسبت به اون سانحه‌ای که دچار معلولیت شده این افراد میتونن دچار اختلالات اضطرابی مثل PTSD هم یا پنیک هم باشن. این رو هم در نظر بگیرید. و چیز دیگه ای که من این رو بهش با این اسلوب اضافه کردم اینه که بازش اضافه بکنم اینه که شما در نظر داشته باشین اون مراجع شما که وارد اتاق درمان میشه یکی از این کلمات رو و یکی از این جملات رو شنیده، یه چیزی شنیده که یک زخم زبانیه که ترجمه میکرو اگریشنه. من نمیتونم ترجمه خوبی هست یا نه، ولی من ترجمهش کردم به زخم زبان که اینها رو این آدم شنیده اینا و با این مسائل احتمالاً وارد میشه. یکی این که میشنوم میگم من اصلا تو رو مثل معلولی نمیبینم، یعنی میای اون آدمه رو از تجربه‌ای که داره جدا میکنی. یه برعکس میای تجربهش رو خیلی کوچیک جلوه میدی، میگی به هر حال هر کسی یه مشکلی داره دیگه، آیا قابل بررسیه، آیا قابل توازنه. یا مثلا میان میگن که ما به خاطر تو اینجا رمپ گذاشتیم، ما به خاطر تو کتاب بریل گذاشتیم، ما به خاطر تو یک فردی که زبان اشاره بلده اضافه کردیم. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که من تو رو وسیله‌ای میبینم تا بگم آدم خوبیم. من تو رو وسیله‌ای میبینم که خوب بودنم رو نشون بدم، نمایش بدم و من نیازمند به تعریفم. من نیازمند این هستم که از من تعریف بشه و به من جایزه داده بشه. جمله دیگه ای که پزشکا معمولا میگن این که میگن که چی کار کردی با خودت؟ یعنی یه باری مثلا طرف میاد داره معلولیت شده بعد از یک سانحه‌ای و چی کار کردی با خودت؟ یک بار منفی روی معلولیت میذاره و یک سنگینی و یک فشاری رو وارد میکنه به روان اون فرد که انگار یک مسئله‌ای پیش اومده به بزرگی کوه و این آدم مقصرشه. توی همین قضیه ما دوباره یه مدل دیگر رو می‌بینیم، میگیم که فلانی تو خیلی قوی، من ترجیح میدادم میمردم ولی اینطوری نمیشدم. این رو یا بهش میگن یا بهش نشون میدن. چجوری؟ خیلی جالبه. یکی از کمپین هایی که فکر میکنم توی شرق اروپا بود
برای رانندگی با سرعت بالا و رانندگی با مستی گذاشته بودن، این بود که زده بود که تصادف لزوما به مرگ ختم نمیشه. بعد تصویر یک فردی که روی ویلچر نشسته بود و گذاشته. و پیغام ضمنی این تصویر چیه؟ یعنی اینکه معلولیت از مرگ بدتره. یعنی شما داری به یک 16 میلیون آدم فقط تو ایران توهین میکنی، 15 میلیون آدم تو ایران توهین میکنی، یا به 1,300,000 نفر در دنیا توهین میکنی که مرگ بهتر از اینه که تو اینطوری زندگی کنی. این چیزیه که ناخودآگاه یه عده آدم میخوان داره بگن، ناخودآگاه میخوان داره باور داشته باشن، و این رو حتی میگم توی کمپین های تبلیغاتی دولت ها شما امکان داره ببینی. و در نهایت چیز دیگه ای که گفته میشه، باز میگم این رو تو صدا و سیمای خودمون میبینیم، که همسرت هم اینطوری بود وقتی باهاش ازدواج کردی، انگار که یه لطفی کرده، انگار که یه بنفیتی داشته و انگار که میخواد یه حالی به اون همسره بده که آقا تو آدم خاصی هستی، و این آدمه رو دیسکشوالایز بکنه. یعنی انگار که هیچ جذابیت جسمی و روحی و جنسی برای این آدم نداره. یعنی تو اگر دارای معلولیت هستی، دلیلی نداره کسی بخواد باهات ازدواج بکنه، حتما از قبل باهات بوده، یعنی هر کی ازدواج کرده از قبل داره. نه، دلیل نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه داره این زخم زبون داره به این اشاره میکنه که فلانی تو اونقدر جذاب نیستی که کسی بخواد باهات ازدواج بکنه، ماجرای ازدواج تو چیه؟ در تو سوالات درمانی که اشاره کردم، حالا بگذاریم با اون همه چیزایی که عرض کردم خدمتتون، یه اون خانم اولکین یک جای اشاره میکنه به یک فرمی. حالا اگر شما درمان CBT یا طرحواره رو کار کرده باشین، این فرم ها و این کاربرگ ها اصطلاحاً خیلی دور از ذهن و دور از انتظار نیست. خانم اولکین یک رویکردی داره در روان درمانی که حالا بهش اشاره میکنیم، بهش میگن افرماتیو تراپی، و توی اون میگه که شما میتونید یک سری سوال بپرسید از مراجع دارای معلولیت. اونجا هم دوباره تاکید میکنه که لزوما فکر نکنید فرد دارای معلولیت داره میاد، داره به خاطر معلولیتش میاد، ولی میگه بهش فکر بکنید. اینکه میتونید بپرسید که ماهیت ناتوانی شما چیه، چه زمانی تشخیص داده شده، چگونه تشخیص داده شده. و اینجا خیلی باز میشه این تجربه زیسته اون فرد دیگه. آزمایشاش تهاجمی بوده، اینکه انتظار طولانی برای دریافت داشتی، آیا تشخیصش نادرست بوده. یعنی اینا تک تکش میتونه برای یک فردی بخونه و یک ترومایی برای اون آدمه داشته باشه. همینطور میاد پایین و یه نکته که من خوشم میاد اینجا دوباره اشاره میکنم، یه واکنش خودت، شریک زندگیت، فرزندت و خانوادت به این تشخیص چی بوده، به این ماجرا چی بوده. اینکه تو دارای معلولیت شدی، خانوادت چه واکنشی نشون دادن. و در ادامه جایی که شما شاید حالا کمتر از ادبیاتتون دور باشه، اینه که آیا درد رو تجربه میکنید، آیا خستگی رو تجربه میکنید. نکته‌ای که باید توجه بکنید بهش به عنوان روان درمانگر اینه که خیلی از معلولیت‌ها با درد همراه هستش. مثالی میزنم که یکم براتون عجیب باشه. افراد نابینا معمولاً دچار گردن درد هستن. چرا؟ یک شایعه است بینشون، به خاطر اینکه اینا نمیدونن که دقیقاً صورتشون رو باید در چه فاصله‌ای قرار بدن و در چه زاویه‌ای قرار بدن. اینا یا سر بالا دارن صحبت می‌کنن یا سر پایین. و این مدل صحبت کردن چون دارن به صورت دائم اینطوری رفتار میکنن، باعث گردهای گردنی میشه. معلولیت نه به خاطر ذات خودش، ولی به خاطر عوارضش با درد میتونه همراه باشه. مثالش دوباره افرادی که از ویلچر استفاده میکنن، یا دچار گردن درد میشن یا دچار دست درد میشن. به هر حال من نمیدونم شما آیا استفاده کردین از ویلچر یا نه، ولی تکون دادن ویلچر کار سختیه، کار دشواریه، دستان بسیار قوی نیاز داره. پس اینو در نظر داشته باشین که اون مراجعه شما نسبت به هر دلیلی که داره میاد پیشتون، میتونه که یک درد مزمن و یک خستگی رو داشته باشه. در کنارش نکته بعدی اینکه زمین خوردید یا نه.
افراد دارای معلولیت به خاطر اون ماهیت معلولیتشون امکان داره زمین بخورن. چه فردی که داره ویلچر از ویلچر استفاده میکنه، ویلچر یوزر اصطلاحاً، چه فردی که از عصا استفاده میکنه، چه فردی که نابینا هستش و چه فردی که ناشنوا هستش. اینا امکان این که دچار سانحه بشن وجود داره. پس خوبه که اینجا برای همینه که میگه آیا برای جلوگیری از زمین خوردن کاری انجام بدین. اینجا یکم CBTه، انگار یعنی تکنیک های رفتاری، تکنیک هایی که برای حل مسئله استفاده میشه. اون طرف رو آشنا بکنید با اینکه بدونه باید از چی استفاده بکنه، آیا کاری میتونه بکنه یا نه. و حالا میایم پایین و در نهایت چون بقیه سالها چیزایی که حالا تو هر مدل روان‌درمانی احتمال داره که به نوعی پرسیده بشه، اینکه جنبه مثبتی هم داشته این معلولیت شما. این ناتوانی، ببخشید به ترجمه خودم میخوام، آیا جنبه مثبتی هم داشته؟ این خوبه که بعضی موقع پرسیده بشه، یعنی طرف رو وادار میکنه به فکر کردن به اینکه آیا بعضی موقع ها میتونه اون اتفاقی که حالا میتونه تلخم باشه یک بنفیتی هم داشته باشه، یک جنبه مثبتی هم داشته باشه. و در نهایت همونطور که عرض کردم ما الان یک سال و خورده ای هستش که از 2 ساله داریم کارورزی درمان برای افراد دارای معلولیت رو برگزار میکنیم و از روز اول خیلی به این فکر کردیم که آیا اصلا رویکرد اختصاصی وجود داره برای افراد دارای معلولیت یا نه. همونطور که گفتم این همون بحثیه که حالا مثلا درمانگر اگه داره معلولیت باشه آیا باید گفته بشه یا نه. این هم خیلی بحثش درازه و نمیتونیم که حالا من فقط به 2 تا رویکرد اشاره میکنم و یکم از 2 طرف صحبت میکنم. اولین مسئلهش اینه که یکم پاسخ به این سوال سهل و ممتنع است. حرف اینه که همونطور که من خدمتتون عرض کردم اینه که آقا فرد دارای معلولیت با افراد دیگه تفاوتی نداره، صرفا یک اقلیته. پس دلیلی نداره که اون آدم بخواد رویکرد اختصاصی داشته باشه برای درمانش. چرا اینکه گفتیم لزوما افراد دارای معلولیت وقتی دارن میان به درمانگر مراجعه میکنن به خاطر معلولیتشون مراجعه نمیکنن. پس همین که من بخوام بیام بگم یه رویکرد اختصاصی داشته باشم برای فرد دارای معلولیت، انگار دارم این آدم رو جداش میکنم از بقیه انسان‌ها که آقا تو خاص هستی، به خاطر این مسائل باید رویکرد اختصاصی داشته باشی. پس میتونیم بگیم که نه، ما رویکرد اختصاصی نداریم و شما با هر رویکردی میتونی درمان بکنید فرد دارای معلولیت رو، چون نمیدونید که با چه موردی اومده. حالا اگه به خاطر اضطراب اومده یک مدل، خاطر افسردگی اومده یک مسئله، و اون نگاهی هست که شما روان درمانگر به اون کیس دارید. و پیشنهادی هستش که گروه ما بهش رسید، رویکرد مک‌مستره. این رو من خودم واقعیت باش آشنایی نداشتم، این رو فقط دوستی از بچه‌های کارورزی معرفی کردم به ما و حالا میگم من نمایندگی اینجا دارم از بقیه بچه‌ها ذکر میکنم. توی این رویکرد یه رویکردی هستش که توی سیستم خانواده تعریف میشه. ما چجوری اصلا به این رویکرد رسیدیم؟ یعنی چی شد که به این نتیجه رسیدیم که این میتونه جذاب باشه برای فرد دارای معلولیت؟ این که ما با افراد دارای معلولیت وقتی صحبت می‌کردیم توی مصاحبه‌های مختلف، چیز جالب و جذابی که می‌دیدیم نقش خانواده توی رفتار اون فرد، مسئله‌ای که اون فرد داشت و راجبش صحبت می‌کرد، خانواده توش نقش بسیار پررنگی داشت. اینکه چطور با این مسئله برخورد کرده باشه و اینکه چطور می‌بینن اون مسئله رو. چه آدم‌هایی که حالا به نوعی خیلی موفق شدن تو زندگیشون، دارن خیلی خوب کار میکنن و اینا، چه آدم‌هایی که نه حالا درگیر هستن و به هر دلیلی خیلی روی نقش خانواده‌شون روی این مسئله تاکید میکردن. توی رویکرد مک‌مستر میاد نقش خانواده رو توی یک پدیده در نظر میگیره و میاد در 6 بود
روش تاکید میکنه. میگه که یکیش مثلا بعد حل مسئله است. درمانگر باید کمک بکنه که اینا بدونن که روی سری تصمیم‌های جدی و جدیدی بگیرن. اینکه آیا درمان بره نره، آیا توانبخشی بشه نشه، چون معلولیت با خودش هزینه داره، آیا هزینه‌هاشو چجوری تامین بکنیم، آیا باید خونه رو تغییر بدیم ندیم، آیا باید مناسب سازی بکنیم نکنیم. مسئله دوم بحث ارتباط، بعد ارتباطی که بعد از معلولیت یا با تولد یک کودک دارای معلولیت شکل میگیره. اینکه خانواده نتونن با هم درست ارتباط برقرار کنن، والدین نتونن با هم درست رفتار بکنن، یک ابهامی وجود داشته باشه، یک کسی رو مقصر بدونن، یک سرزنشی وجود داشته باشه و ناتوانی در بیان نیازها. اینکه طرف فکر میکنه که حالا اینی که من بگم الان مهم نیست، الان بچه‌م مهمتره، الان بیایم به بچه‌م مثلا بپردازیم. دیگه اون سیستم خانواده میتونه تغییر بکنه و اینجا دوباره درمانگر میتونه به عنوان یک اینترونشن در نظر بگیره. نقش ها، والدین میتونن یکیشون نقش‌های زیادی بردارن. یعنی یکی از معمولا هم اینطوری میشه که یکی از والدین میشه پرستار، یعنی هم والد هم پرستار معمولا، و این میتونه یک هم احساس دینی ایجاد بکنه و یک احساس مسئولیتی ایجاد بکنه و دو طرف رو به هم بریزه. یعنی حالا اون فرد داره معلولیت احساسی دین اضافی بکنه به یک نفر و از اون و خود والد احساس مسئولیت مضاعفی بگیره. پاسخدهی عاطفی، این که اون اتفاقی که میفته یا اون تولده که اتفاق میفته یه عده‌شون نمیدونن چطور باید واکنش نشون بدن، یه عده‌شون دچار بی‌حسی هیجانی میشن، یه عده دچار واکنش‌های بیش از حد میشن. این که آقا واکنش‌ها رو کمک بکنه اون درمانگر که واکنش‌های استاندارد رو در بیاره، کمک بکنه به بروز احساسات. درگیری عاطفی ممکنه که یکی از والدین نسبت به فرد دارای معلولیت، حالا میگم درگیری بیشتری پیدا بکنه. همونطور که گفتم که مثل نقشه که میتونه پرستاری باشه، اینجا توی درگیری عاطفی هم میتونه این حسه عوض بشه. و در نهایت کنترل رفتار، اینکه مدیریت رفتار چطور باید باشه و خواهر برادرها هر کدوم چه نقشی دارن. و در نهایت یک بود دیگه ای هم داره، بود آخر این هسته که بود جنرال اون خانواده رو میسنجه و در اساس همه این ابعاد یه نمره میده. یک پرسشنامه ای هم داره که میتونین پر بکنید. و آخرین روی کردی که توی آمریکا الان داره بیشتر و آمریکا و کانادا داره بهش پرداخته میشه، رویکرد افرماتیو تراپی یا رویکرد تاییدی. حالا این ترجمه من نیست، دوباره این ترجمه چت جی پی تیه، چون نمیدونستم دقیقاً چطور باید ترجمهش بکنم، ولی خب به نظرم ترجمه بدی هم نیستش. این رو برای اقلیت‌ها اصلا این درمان رو در نظر گرفتن و حالا این قانون مولکین اومده این رو منطبقش کرده و یک کتابی نوشته برای افراد دارای معلولیت، این افرماتیو تراپی فور پیپل ویت دیسابیلیتی. یه 5 تا اصل داره. یکیش اینه که پذیرش معلولیت به عنوان تنوع انسانی، اینکه آقا ماها مشکلی نداریم، ماها هم بس بقیه ایم، فقط تفاوت داریم، مثل اینکه یکی رنگ پوستش فرق میکنه، حالا منم دارم از ویلچر استفاده میکنم. و این کمک میکنه به ایجاد تصویر واقع بینانه از خود. بحث دومش اینه که اون نگرش‌های منفی که توی ایبلیسم وجود داره، ایبلیسم یعنی اون که آدم‌ها رو بر اساس توانایی جسمیشون یا دسته‌بندی بکنی رو از بین ببری. مثل چی؟ اینکه باوری که وجود داره که من چون مثلا دچار معلولیت هستم حق ندارم که حالا زندگی مستقل داشته باشم، حق ندارم که رابطه جنسی داشته باشم، حق ندارم که شغل داشته باشم. اصل سومش حمایت از شکل‌گیری هویت مثبته. روش تاکید میشه که معلولیت یک هویت ممکنه و لازم نیستش که شما دنبال مدل دیگه‌ای بگردی برای هویت بخشی به خودت و میتونی همین رو بپذیری و نه هیچ مسئله‌ای به عنوان که امری شرم‌آور یا مانع از این میشه که تو حس ارزشمندی بکنی وجود نداره. یعنی در حقیقت میخواد تاکید بکنه به مراجع که آقا تو نیازی به انکار معلولیت خودت برای هویت بخشی نداری.
اصل چهارمش تمرکز بر حقوق خودمختاری و توانمندسازیه. اینجا تقریبا ما میریم سراغ مهارت‌هایی مثل جرأت ورزی، حل مسئله و یکم به فرد کمک میکنیم که حقوق خودش رو بشناسه و بدونه که میتونه براش بجنگه و نترسه از این ماجرا. و در نهایت ایجاد محیط درماندی غیر توانمندانه، نان ایبلیسم بود، ترجمه خوبی نیست به نظرم. اینجا به شما برمیگرده، میگه که درمانگر نباید فرض کنه که یک نرمالی وجود داره و باید زبان آسیب محور، همون چیزایی که گفتیم رو کنار بذاره و در نهایت بتونه کلینیکش رو و اتاق درمانش رو دسترس پذیر کنه. ممنون. اگر سوالی هست من در خدمتم.